جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله. أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا يملأ أرجاء السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنونده های عزیز، مسلمانا و دوستای گرامی، البته انشالله قسمت سومی که امروز بیان از او می کنیم در مورد ازی است که آثاری که در زمان صحابه کرام رضی الله عنهم به وقوع پیوسته و پیامبر علیه السلام به او امرم نکرده و او را فعل هم نکرده. چون ما در صدد بیان از این مسائلی هستیم که بدعت صحابه کرام رضی الله عنهم افعال را انجام داده که نبی اکرم علیه السلام نکرده، پس اونا را هم باید بدعتی بگوییم، با اونا هم نسبت بدعت باید بکنیم. اینا لی ببینین زید بن ثابت رضی الله عنه در مورد جمع قرآن چه می فرماید؟ قبض رسول الله صلی الله علیه و سلم، قبض شد پیامبر علیه السلام قبض کرده شد. ولم یکن القرآن جمع فی شیء، و قرآن در چیز جمع نشده بود. یعنی همین مصحفایی که به دست داریم، همین قرآن عظیم و شانی که ما و شما تلاوت میکنیم، در زمان پیامبر علیه السلام وقتی که کاتبان وحی ایرا نوشته میکرد، در خانه هر کس چند پارچه و چند سوره و به هر ترتیب اونجا موجود بود، اما به این شکل همه سوره بندی و جمع نشده بود. زید بن ثابت به این مسئله صراحتا بیان کرد. اما در بخاری شریف این روایت موجود داره که زید بن ثابت می فرماید رضی الله عنه: ارسل الى ابو بکر مقتل اهل الیمامه فاذا عمر بن الخطاب عنده فقال ابو بکر. در اونجا عمر بن الخطاب رضی الله عنه در نزد ابو بکر الصدیق بود. فرمود ابو بکر الصدیق رضی الله عنه خلیفه راشده هست، بدعت را هم میشناسه، تمام مسائل را میدانه. می فرماید ان عمر اطانی، عمر رضی الله عنه نزد ما آمده بود، گفت که ان القتل قد استحر یوم الیمامه بقراء القرآن و انی اخشى ان یستحر القتل بالقراء فی المواطن. پس میگه از این ترس دارم که چون قراء حضرات قاریه حافظای قرآن در جنگ یمامه به حد اکثر شهید شده بودند، ترس از این را داشت که در هر جا اگر قراء حضرات شهید شوند و بعد این قرآن را نعوذ بالله من ذالک، ترس از این وجود داره که زائل نشوه، از بین نروه. فیذهب کثیر من القرآن، پس میره و کثیری از قرآن. و انی ارا ان تأمر بجمع القرآن، و ما تو رأی دارم که امر بکنم به جمع کردن قرآن، که قرآن را جمع بکنن. فقلت لعمر، از برای عمر رضی الله عنه فرمودم و گفتم که کیف نفعل شیئا، برای عمر گفتم کیف نفعل شیئا لم یفعله رسول الله صلی الله علیه وسلم، چگونه فعل میکنی یک امری را که پیامبر علیه السلام نکرده. ببینید بسیار دقیق است اینجا که امی غیر مقلدینی که به اسم قرآن و حدیث عوام الناس ما را فریب میته و میگه چگونه فعل میکنین یک امری را که پیامبر علیه السلام نکردن. اگر خیر می بود لسبقونا، اونا سبقت میجستن بر ما. پس این امر جمع قرآن خیر است یا نیست؟ اگر خیر است چرا پیامبر علیه السلام ترک کرده؟ لسبقونا، پس سبقت میکرد باید. پس اینجاست که عمر رضی الله عنه برایش چی میفرماید؟ قال عمر رضی الله عنه گفت هو والله خیر، قسم میخوره، قسم است که این امر یک امر خیر است و یک امر نیک است جمع قرآن، اگرچه پیامبر علیه السلام نکرده خو یک امر خیر است. پس این خودش دلالت داره به این مسئله.
بعد می فرماید فلم یزل یراجعنی حتی شرح الله صدری لذالک. پس میگه تا ای که خداوند جل و علا شرح صدر برای من نصیب کرد و رأیت فی اینمی است که بعد از او جمع قرآن را کردن. دوستای عزیز، ای عمر و ابو بکر صدیق است رضی الله عنه. مثال ثانی را هم از امی بخاری شریف برایتان پیش میکنم. انس ابن مالک رضی الله عنه می فرماید که ان حذیفه بن یمان قدم علی عثمان، در زمان عثمان بر عثمان رضی الله عنه آمد و کان یغازی اهل الشام فی فتح ارمینیه و آذربایجان مع اهل العراق. پس از اهل عراق وقتی که به جنگ اونجا میرفت به غزا، بعد از اوی که آمد از اختلاف در قرائت شکایت کرد. عثمان رضی الله عنه گفت که ادرکت الامه قبل ان یختلفوا اختلاف اليهود و النصارى. ضرور است که درک کرده شود امت پیش از اینکه در اختلاف واقع شوند. پس به حفصه رضی الله عنها روان کردن تا ای که مصحف روان کنن، تا ای که نوشته بکنن از او. بعد از او پس به او روانش میکنن. روان شد و زید بن ثابت، عبدالله بن زبیر، سعید بن عاص، عبدالرحمن بن حارث بن هشام مصحف گرفتن، از روی از او نوشته کردن. و بعد از او ما سوای از این مصاحف دیگه مصاحف را چه کردن؟ در دادن، یعنی از بین بردن به طوری که باز اختلاف ایجاد نشود. پس امی مصحف عثمانی تا امروز روز در میان مسلمان ها به ترویج گذاشته شده و مروج. این امی است که زمان عثمان رضی الله عنه ای جمع‌بندی شده. به می خاطر ترتیب نزولی و ترتیب عثمانی در این مصاحف موجود داره. همچنان بازم صحیح بخاری هست. وجود این مسئله در صحیح بخاری وجود داره که لما توفى رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که پیامبر علیه السلام وفات کرد و بود ابو بکر رضی الله عنه، پس بعضی از عشیره های عرب اینجا کفر ورزیدن. چگونه؟ یعنی از زکات چه کردن؟ انکار کردن. از زکات انکار کردن. ابو بکر صدیق رضی الله عنه با اونا مقاتله اعلان کرد، جهاد اعلان کرد. فقال عمر بن الخطاب رضی الله عنه ایلی ابی بکر، از برای ابو بکر صدیق رضی الله عنه می فرمایا کیف تقاتل الناس، چگونه مقاتله با مردم میکنی که وقد قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که به تحقیق پیامبر علیه السلام گفته که امرت ان اقاتل الناس حتی یقول لا اله الا الله. میگه ما امر شدیم تا او وقت جنگ بکنم با امرای مردم که او وقت لا اله الا الله بگویا. فمن قالها، کسی که کلمه را گفت، فقد عصم منی ماله و نفسه الا بحقه، بس به تحقیق در عصمت ماند از من مال و نفسش، ای همه چیزا مگر به حق که یا در عصمت مانده. فقال، گفت ابوبکر صدیق لو قاتلن من فرق بین الصلاة و الزکات، هر آینه من مقاتله و جهاد میکنم به امرای کسی که در میان نماز و زکات فرق میکنه. فإن زکات حق المال، بخاطری که زکات حق مال و حق الله هست و والله و نماز حق الله هست. لو منعونی عناق الانثى من المعز كانوا يؤدونه الى رسول الله صلی الله علیه وسلم لقاتلتهم على منعها. پس اگر اینطور می بود، میگه پیامبر علیه السلام من با امرای از اینا مقاتله میکرد. عمر رضی الله عنه می فرمایا فوالله، قسم به خداست، ما هو الا ان قد شرح الله صدری صدر ابی بکر رضی الله عنه للقتال فعرفت انه الحق. پس میگه ما دانستم که او حق است. موضع استشهاد ما ای است که فعل کرد ابو بکر صدیق با امرای صحابه رضی الله عنهم او چیزی را که پیامبر علیه السلام فعل نکرده بود، که او قتال در منع ادای زکات بود. و قتل نفس شدید است در اسلام، بسیار شدید است. اما ببینین ابو بکر صدیق رضی الله عنه با مجرد ترک زکات، که یعنی منع کردن، نمیدادن زکات از برای بیت المال، در او وقت بناهن به امرایشان مقاتله اعلان کرد. این افعال را پیامبر علیه السلام نکرده بود. همانا ابو بکر عمر فاروق استدلال کرد، برایش گفت که پیامبر علیه السلام خود گفته تا کسی که لا اله الا الله بگوی خونش برای ما روا نیست که بریزانیم، و در عصمتش مالش و جانش. پس چگونه مقاتله میکنی؟ پس ابوبکر صدیق
این فعل نکرد که پیامبر علیه السلام نکرده بود. تمام صحابه به امرای از او در وقت در جهاد اون شرکت کردن و نکیری هم انکار وجود نداشت. اجماع هم آمد. پس اجماع در اینجا اجماع صحابه حجت شد. دوستای عزیز کمی هوشیار شوین، بیدار شوین. جوانای عزیز کسی شما را فریب نده به این معنا که پیامبر علیه السلام فعل نکرده. وقتی ما میگیم میلاد پیامبر علیه السلام تجلیل کردنش یک امر مستحب و نیک است، زیرا در این مورد صدقه هست، قرائت قرآن است، وعظ و نصایح هست. ما را گفته میشه پیامبر علیه السلام نکرده، این امرم پیامبر نکرده علیه السلام. وقتی به ما میگی که تو بدعتی هستی، پس در حق ابوبکر صدیق، در حق عثمان رضی الله عنهما، در حق حضرت عمر رضی الله عنهم، در مورد از اینا تو چه رأی داری؟ اینا را هم نعوذ بالله من ذالک بدعتی میگی؟ از الله منان توفیق ادب استدعا داریم و توفیق تعقل در این مسائل. الله منان برای ما نصیب بگردانه. جزاکم الله خیرا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.